السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سنا ورحمة شروع. الله. عليكم سازه السلام ورحمة سازه سلامتیات خوبه یکم. الله. اشکر میشه برادر، بفرما. ما ای همون جناب بیالی روزی نیستم. آدی برای چی؟ برای چی؟ مسجد جمعه همون قشلق رو محکم کرده. این میگه که مسجد را محکم کرده است، بسیار کار خوب کرده است. این مرتد کافر است، این مسلمان نیست. یا من مسلمان هم نمیگیرم، یک کافر برادر میگیرم نام دخ. یک جای بس که همون روشنی بزنه، حاضر تر رنگ یک چی دیده است دم خیلی. انا چی میگن؟ اون نامش چی بود؟ خیلی بیاگنی برو. یعنی خیلی چهره تبینه. این برادر میگه مسجد را محکم کرد، کار احساس کرده. دیدی؟ مسجد تو محکمه، مسجد قشلق ما محکمه. کار خوب کرده است. کاری بد کرده اگر. یک لحظه. ابوبکر کار خوب کرده است. مسجد را محکم کرده است. کار خوب کرده اگر نیست محکم کرده. اگر محکم کرده اگر کار خوب نیست. بس یک لحظه. تو سوال دادی برادر، گوش کن، من فکرم گم همین جوابم میدم. بیا بگو. کی من یا که شما ابوبکر میگم. برای آنکه همین تاجیکستان یک بار اول باید خودش شناسد، خودشناسی ملی قانون جاری شدگی برای خودشناسی ملی. ما کی بودیم؟ ما ابوعلی سینا بودیم، عمر خیام بودیم، کمال خوجندی بودیم. تو برادر اگر مهاجر باشی تو یک بار یه همه کتاب و نمازا تمام کتاب کمال خوجندی گرفته خون یک بار و یا همشان مسلمانای حقیقی بودگی. امام ابو حنیفه کتاباش گرفته خون و یا چه مسلمان شدگی و یا رنگ مهان نبودن، مسجد رفته بعدی مسجد برآمده قمارخانه روان یا مثال دیسکوتک روان. یکی رنگی تام نبودن. این نبودن و یا یکی رنگی تام نبودن. رنگی تام نبودن، بعد دین ما چقه نبودن. تو مرتد کافر و بعد دین ما چقه تو کافری. ابو یک لحظه. ما حقجو. کافر نگو، گناهکار میشی. برادر حقجو بفرما. ما با هم برادر یا سخن کردنیم برادر. ده سخن که. اول سلام علیکم. آدم رمیش مثلا برادر نزدیک رمیش مثلا که با دختری همین کیر علاقه داشت. کم که میفهمم میبرم. وزیر انرژی هم تاجیکستان. با دختر با علاقه داشت. آدم سندور کتا بود تاجیکستان. فهمیدی که خیلی بیش نبود. حتی علاقه داشت گرفتن از دستش کردن. یک لحظه برادر ظفر منتظر باشیم، ما شما را دوباره قبول میکنم. استودیو بس برمیگردین. به خاطر بسیار منتظر شدین. خب بفرما برادر. خب به خاطر که آدم زن یکم داشت، دختری وزیر مجبور کرد که زن کتا پرتم ما که علاقه میکنم ای بکره نگیری فصلت کرد گفتی امو رسو 9 سال میشه در نمی یکم سویچ که برادر به یگون خیلی گپ چه میگه که محکم ای یگون کار کردن نمیشه آدم به یگون با اینا میخواد کار یه دختری هم وزیر اتکاس کرد. خب دلیل هست که بفهمونید که آدم بیگناه نساچه محکم حقجو، یعنی که او بیگناه زندان رفتگی است. بله تمام. همین درباره همین بابای دانا، آیا به همین باور هستی که همین موسی سفید یک جرم جنایت کرده باشه و ایرا محکوم به زندان کرده باشن؟ آیا در همین چیز به همین باور هستی؟ نه که این آدم یک آدمی هست که برای اینفرماسیون بسیار دارم وقت کم دارم برادر جان. بیگناه های همین گفتم میتونم که یگون گناه ندارم. تمام همین خبره؟ بله خدا نگهدار. برادر حقجو. برادر ابو بفرمایید شما میتونید صحبت دوام. بابای دانا حق بینود نیست که بوده محکمش کردگن. اکا حسین اشورو ما در همین شهر رسید در شهر سن پتربورگیم вообще بینود نیست و نه حق بوده ترماش کردگن. فهمیدی؟ خب یک لحظه منتظر باشین. همین ابوبکر تا یک جای خدت تاجیکستان یک جا چی؟ تاجیکستان یک جاش تاجیکستان تو از اینا و برادری که ابو نایستگی به خودت فهمیدی چی گفتی شو؟
من هر یک گپی که گفتم در گپام جواب میگم اکا. و تو خودت آج مسلمان هستی یا که نیستی؟ الحمدلله مسلمان. تو آج اینا دفاع کردستی که میگی چی کردستی پشتی ورا گرفتستی تو ایرشا به خاطر چی موندگی؟ به خاطر مودا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مودا خیلی سبحان الله. تو چخیل به خاطر پیغمبر تو همول اینه بسیار سوال منطقی زورش داد. تو همول گفته است که مسجدها را محکم کرد، خوب کرد، بسیار خوب کرد. جایی که و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. ظالمتر از او کی هست؟ بگین برای من میگه که اون مسجد خدا را اون بسته کرده است که در اونجا نام خدا گرفته میشه. از او ظالمتر کی است؟ میگه که خوب کرده است. باز جریش موندگی است. ابراهیم خلیل الله مسجدهای محکم کردگی بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عیسی همه پیغمبرها مسجدهای محکم کردگی. به برادر وازی تو گفتی که نام شاعرها را گرفتی ها؟ گفتی که او مسلمان حقیقی بدانه؟ البته 9 سالگی است به قرآن حفظ کردگی. به من با سوال تو از من جواب میدم. نمیدونم او برادر ابو همیشه دیگه که برآمدگی اکایسه با همیشه هست. این من داخلش میکنم. بفرما. تو گفتی که او شاعرها نامشون گرفتی ابو علی ابن سینا و هستانیش گرفتی و چیکار کردن نکردن برای خودشون کردگی ها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته خودش عمل کردگی حق موندگی. فهمیدی؟ تو حاضر برای نمید و شاید و نمو شاید را گرفتن تا ما خودمون باید عمل بکنیم برای چیزو. فهمیدی؟ خب یک لحظه شما برادری که در واتساپ تماس گرفتگی هستید منتظر باشین. خب برادر سفر بفرما. سلام علیکم. الو صدای مرا میشنوی؟ خب بفرما. الو صدای مرا میشنوی برادر؟ من میشنوم. خب بفرما. بسیار کوشش کردی تماس بگیری. خب بفرما برادر. سلام علیکم. علیکم السلام. بسیار بخشش برادرایی که در استودیو هستین. یک برادر در تلفن بسیار زنگ زده و همین کی همین ابوبکر بگو. همین ابوبکر میگه کی مثال من میخوام که یک آدم میشم کی انا سر کارا میکنم. الو اکای همو ابوبکر دا من گپ دارم. گپ زنی میشنود. اگر که بشنوم میگه که من میخوام که یک عضوی تاجیکستان چی سپور شماندو سپور اندازه بسپارم که با معلم ها پول بتن با دیگر ها پول بتن. همین خیلی خواهش داشته هستم. خب آخه همین قپوله که در تاجیکستان میروه چطور با معلم ها و با دختران میرسه؟ همین چیز چاره که با تاجیکستان پاموش میبیاد چطور یکون تا با معلم ها و با دخترها تیمبولی در همین کرونا ویروس همین چیزی آمد که اکه ما مثال اندازی دولت نه هوایی هم خیلی یاردم آمد ندادن مردم ها. خیلی میخیزن اکه تو انداز میسپاره همین که آدم انداز میسپاره یگان بر بوجه دولت یگان چی دادن یگان کسده. یکم سوال جوابتی برادر عباس. یک لحظه برادر سفر اون چیزی که حاضر رفته ایستاده است و تمام نفقه خورا گرفته ایستادند وای کمی میکند. در 9 میلیون اهالی وای کمی میکند. основной قوه کاری تاجیکستان در مهاجرت اون پولی که شما روان میکنه تاجیکستان وای پول همیشه خیتای رفته. بیزنسمن ها وای پول گرفته همیشه برده خیتای به پرتافته اونجا بار آورده خورنده سین مردم ها. وای پول در تاجیکستان یگان نفعی نداره. برادر سفر آخرون سوال تبتی. آخرون سوال همی گوش که همو ابوبکر برای چی انا مقصد اینا چیه که بیزنس در تاجیکستان اینا راهی که از خوجان به دوشنبه پیوست میشه همین چند میلیون دلار دادن راست کردن
مقصد برای فایده آدم های آزاده قطعی شهوارش در فیلم هوای انداز دولت خلاص همی شد قرضی خیتو کردن خلقه چند اینا 10 سال شد امو راه کار میکنه یگان کپک به بودجه دولت نمیدرویه ابوبکر کی خود دانو باشه که مقصد وای باشه برای چی که انا چی بیزنسی که در تاجیکستان است در اهل اویله جناب خچای تمام کی که حقو باشی برای چی که نه اول به سوال اخیرون برای چی که یگان همین ارگانیزاسیونی که به همین دومودا و با گیر روانه همین سردار جناب چی انا وای کار میکنه چون یگان تا انداز همش خلاص شده گیان انا یگان وای نداره زنده باشی برادر سفر برادر سفر زنده باشی برادر ابوبکر شما میتونین که جواب بگین شما سفر میتونین که جوابی سوالتون در یوتیوب بشنوین خدا نگهدارتون خب بفرما ابوبکر چرا اولادای رحمانوف کسانی که با رحمانوف یگان تعلقات و رابطه های نزدیک دارن اونها به از انداز آزاد هستند جواب بگو گوشاش وازبین شیدگه بگو جواب پرزیدنت زشتا میکن حق نداره با گپ زن برای تاجیکستان خب